سلام دوستان، وقت بخیر. بنده حقیر رضا غفاری هستم. بچه مرندم، از مرند اومدم تهران. یکی از خیابون‌های تهران رد می‌شدم، از کمدای $100 آستراتیکی رو دیدم که گفتم از نزدیک بیام ببینم. وزیر مجموعه آقای محرم اعظمی هستم که خیلی لطف کردن، بزرگواری کردن، ما را عضو این شرکت کردن. میام جلوی کمد قرار میگیریم، یکی از شماره سبز رو انتخاب میکنیم. چرا سبز رو انتخاب میکنیم؟ چون قرمزا پرن، اونا رو اوکی کردن، وسیله داره توش. ما شماره 4 رو میخوام انتخاب کنیم. چهرم رو شناخت، کمد باز شد. وسیله رو میذاریم کمد رو میبندیم، میریم شهر، کارمون انجام میدیم. حالا برمیگردیم یا یک ساعت دیگه یا یک روز دیگه برمیگردیم، دوباره همون شماره رو میزنیم، 4 رو. چهرم رو باید بشناسه، کمد باز میشه، وسیله اون رو برمیداریم. حالا مثال وسیله بزرگ داریم، ساک داریم، تا اینجا هست، از این قسمت استفاده میکنیم. خیلی ممنون. من آرزو میکنم که همه اعضا موفق باشن. خدا حافظ شما.